درود به خانواده خاص. امیدوارم که پر از انرژی مثبت باشید و حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. آماده یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب و کاربردی هستید؟ بریم که شروع کنیم. در این ویدیو رازهای برنده شدن در بحث و گفتگو را با شما به اشتراک میذاریم تا بتونید با اعتماد به نفس و مهارت کامل در بحث‌ها شرکت کنید و به اهدافتون برسید. هدف اصلی ما نه فقط پیروزی بلکه رسیدن به تفاهم و متقاعد کردن طرف مقابل با احترام و درک متقابل است. این آموزش در 3 بخش به شما ارائه میشه که در این ویدیو به بررسی بخش اول میپردازیم. بخش اول، مهارت‌های ارتباطی مؤثر. 1. گوش دادن فعال. این فقط شنیدن کلمات نیست. گوش دادن فعال یعنی درک کامل منظور گوینده، حتی اگر با دیدگاه شما متفاوت باشه. تمام حواس خودتون را روی گوینده متمرکز کنید. گوشی را کنار بذارید، به اطراف نگاه نکنید و به جای برنامه ریزی برای پاسخ بعدی به حرفهای شخص مقابل توجه کنید. با تماس چشمی، حرکات سر و حالات چهره مناسب نشون بدید که به حرفهای شخص مقابل توجه می کنید. این نشونه های غیر کلامی ارتباط را قوی تر می کنند. بعد از اینکه طرف مقابل صحبتش تمام شد، به طور خلاصه حرفهایش را تکرار کنید تا مطمئن بشید که درست متوجه شدید. این کار نشون میده که شما به حرفهای گوینده توجه کردید و به درک مشترک میرسید. اگر چیزی را متوجه نشدید، بدون خجالت از طرف مقابل بخواهید که بیشتر توضیح بده. مثلا میتونید بگید منظورتون از این حرف چی بود؟ یا میشه این نکته رو بیشتر توضیح بدید؟ 2. پاسخهای هدفمند و ساختارمند. قبل از پاسخ دادن چند ثانیه مکث کنید تا به دقت به سوال یا نکته مطرح شده فکر کنید. این به شما کمک میکنه که پاسخ منسجم تری ارائه بدید. به نکته‌ای که طرف مقابل مطرح کرده اشاره کنید. این نشون میده که شما به حرفهای او توجه کردید و پاسخ شما مرتبط با موضوع هست. نظرتون رو با ارائه دلیل و مدرک، مثلا آمار، تحقیقات علمی یا مثالهای واقعی پشتیبانی کنید. این باعث میشه که پاسخ شما قانع کننده تر باشه. از یک ساختار منظم برای پاسخ خود استفاده کنید. مثلا میتونید از روش مقدمه، بدنه و نتیجه گیری استفاده کنید. 3. پرسش‌های راهبردی. پرسیدن سوالات هوشمندانه به شما کمک میکنه که بحث رو به سمت دیدگاه خودتون هدایت کنید و اطلاعات بیشتری از طرف مقابل کسب کنید. این سوالات باید مرتبط با موضوع باشند و به شما کمک کنند تا نقاط ضعف استدلال شخص مقابل را پیدا کنید. از سوالات باز، یعنی سوالاتی که با چرا، چگونه و چطور شروع میشند استفاده کنید تا شخص مقابل بیشتر برای شما توضیح بده. 4. کنترل خشم و حفظ آرامش. خشم و عصبانیت باعث میشه که استدلال شما ضعیف بشه و نتونید به طور مؤثر نظر خودتون رو ارائه بدید. برای حفظ آرامش از تکنیک‌های تنفس عمیق استفاده کنید. به آرامی صحبت کنید. از زبان بدن مناسب استفاده کنید. تماس چشمی برقرار کنید. لبخند بزنید و از حرکات ناگهانی و پرخاشگرانه خودداری کنید. 5. تمرکز بر موضوع. اجازه ندید که طرف مقابل بحث رو منحرف کنه. اگر سعی کرد بحث را به موضوع دیگری بکشونه، با احترام اما قاطعانه اون رو به موضوع اصلی برگردونید.
دوستان عزیز، به پایان بخش اول رسیدیم. تمرین و رعایت نکات گفته شده رو فراموش نکنید. منتظر بخش‌های بعدی باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. آگاه، بیدار و در نور باشید.